نزول این آیه زیاد گفتند علما. بعضی گفتند درباره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است که 40,000 درهم داشت، یک بخشش را شب خرج کرد، 10,000 را 10,000 را در روز، 10,000 را علنی، 10,000 را مخفیانه. بعضی گفتند درباره سیدنا عثمان هست، بعضی گفتند درباره سیدنا علی هست، ولی الله عزوجل مطلق فرموده. شک نیست که این صحابه بزرگوار و یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بارزترین مصادیق این آیه بودند. اما آیه عام هست، شامل شما هم میشه. الله میفرماید شما به هر صورت خرج کنید، فقط برای الله باشد. الله تعالی اجر شما را میده، پاداش شما را میده. الذين ينفقون اموالهم باللیل والنهار، آنهایی که خرج میکنن مالهای خودشان را باللیل والنهار، شب و روز. چه شب چه روز خرج میکنند. بهتره که اینجا خداوند همه اوقات را نام برده، گاهی در شب خرج کنیم، گاهی در روز خرج کنیم. سرا و علانیه، به صورت مخفی و به صورت علنی. پس گاهی مخفیانه خرج کنیم، گاهی علنی خرج کنیم، همه صورت ها خوب است. فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها هست پاداششان نزد ربشان، نزد پروردگارشان. یعنی پاداش خودشون را، اجرشون را، مزدشون را از الله عزوجل میگیرند. عرض کردم هم در دنیا میگیرند هم در آخرت میگیرند. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه بر اونها خوفی هست و نه بر اونها غمی هست. یعنی از احوال فعلی، در حالت فعلی هیچ خطری اونها را تهدید نمی کند. درباره آینده هم هیچ خطری و هیچ غمی برای اونها نیست. بعضی گفتن فلهم اجرهم عند ربهم، این در بهشت است. وقتی که در بهشت رفتن خداوند اجرشون را میده. ولا خوف علیهم، خطری نیست که اونها را از بهشت بیرون کنند. ولا هم یحزنون، نسبت به گذشته خودشون هم غمگین نیستن، غم نمیخورد. یه چیزی را انسان از دست بده غم میخورد برش. مثلا این فرد که رفته باغش تو دنیا مانده، پاساژش تو دنیا مانده، رمش تو دنیا مانده، برایش غم نمیکنه، چون اونجا اینقدر خدا بهش میده که اونها را فراموش میکنه. و درباره آینده اونجا هم هیچ غمی نخواهد داشت. خب این آیاتی که ما تا اینجا خواندیم درباره انفاق بود. واقعا انفاق مهم است. بعد از این آیاتی میخوانیم که انشاءالله در درس بعدی هست، درباره ربا هست که خیلی مهم هستند. و متاسفانه امروز مسلمانان در رابطه با مسئله ربا کوتاهی میکنند. مسئله ربا الان، ربا کاملا ضد انفاق است. خدا میگه که تو مالت را مفت بده، مفت بده تا مشکل فقیر حل بشه، اصلا از او پس نگیر. اون نیاز داره 1,000,000 تومان، میخواد زنش را به دکتر ببره، بچهش را مداوا بکنه، مفت بهش بده. اما بعضی انسانهای بدبخت هستند که مفت نمیدن، هیچی، قرض الحسنه هم نمیدهند. که خب 1,000,000 بده بهش، بگو 2 ماه دیگه 1,000,000 برگرد. میگه 1,000,000 میدم، بعد 1,500,000 به من بده. این میشه ربا. پس انفاق و ربا 100% چی هستن؟ ضد هم دیگه هستن. بعد از این مسئله انفاق که خیلی مهم هست، الله عزوجل مسئله چی را بیان میفرماید؟ ربا را، که هر مسلمان از اون برحذر باشه. و چون در بحث ربا مسائل و احکام مهمی میاد، تعریف ربا و وعیدهایی و تهدیدهایی که برای کسانی که ربا مصرف میکنن
آمده انشاءالله در درس‌های آینده بیان میشه. عزیزان سعی بکنند که شرکت داشته باشند. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پروردگارا همه ما را از بندگان مؤمن و متقی بگردان. پروردگارا از بندگان مؤمن و صالح بگردان، مؤمن و پایبند شرع بگردان، مطیع الله و مطیع رسول الله بگردان، عامل به قرآن بگردان. اله العالمین ربا زندگی ما را بساز، زندگی ما را اصلاح بفرما، ما را مطابق این آیات زیبا و این ارشادات زیبا بگردان. ما را از منکر، از هوای نفس، از فساد، از هر کاری که تو را ناراضی می کند دور بگردان. پروردگارا ما را با صفات زیبا محلا بگردان، با انفاق در راه الله و اخلاص و للهیت و مواسات و همدردی برای خدا، با این صفات ما را متصف بگردان. پروردگارا به همه ما ایمان کامل، دین کامل، دنیای صالح، رزق حلال نصیب بفرما. مشکلات ما را حل بگردان، مشکلات همه مسلمانان را حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عزیز زندانی گفتم برایش دعا بکنید الله تعالی فرج بیاره، حکم سنگینی برایش بریدن الله حکمش را بشکنه و آزادی این عزیز و همه زندانیان را الله فراهم بفرماید.